امروز می‌خوایم بریم 10 تا مورد رو بررسی بکنیم که شرط می‌بندم نمی‌دونستید ایرانیه. مورد اول، بستنی. آیا می‌دونستید اولین نسخه بستنی توی ایران با استفاده از یخ و شیره انگور درست شده؟ این خوراکی خوشمزه از همون زمان‌ها شروع به جهانی شدن کرده و دل همه رو برده. مورد دوم، پزشکی پیشرفته. زکریای رازی یکی از بزرگترین پزشکای تاریخ اولین جراحی آبمروارید رو توی ایران انجام داده. مورد بعدی، اعداد فارسی. اعداد 0 تا 9 که امروزه در سراسر جهان استفاده میشه برای اولین بار توی ایران معرفی شده و از اینجا به جهان اسلام و سپس به اروپا راه یافته. مورد بعدی، نایک. نام برند نایک از الهه پیروزی توی یونان باستان گرفته شده، اما جالبه که بدونید ایده ساخت کفش‌های مدرن اسپورت از کفش‌های باستانی ایرانی الهام گرفته شده. کویر لوت. به نظرتون گرمترین نقطه روی زمین کجاست؟ کویر لوت ایران که دمای اون رکورد جهانی رو شکسته. مورد بعدی، بازی شطرنج. این بازی فکری و استراتژیک ریشه در ایران باستان داره و بعدها به هند و سایر نقاط جهان منتقل شد. مورد بعدی، اولین باتری دنیاست. آیا تا حالا درباره باتری بغداد چیزی شنیدید؟ این اختراع شگفت‌انگیز توسط ایرانیان باستان ساخته شده و به عنوان اولین باتری دنیا شناخته میشه. استیو جابز. بنیانگذار شرکت اپل استیو جابز ریشه ایرانی داره و جالبه بدونید که پدر اون اصالتاً یه ایرانی بوده. روغن آرگان. اگه فکر میکنید روغن آرگان فقط توی مراکش تولید میشه، باید بهتون بگم که کاملا اشتباه میکنید. ایران یکی از تولید کنندگان اصلی این روغن با ارزشه. مورد بعدی، ماهواره‌های ایرانی. ایران یکی از معدود کشورهای خاورمیانه است که توانایی ساخت و پرتاب ماهواره رو داره. مورد بعدی، بیمارستان جندی شاپور. اولین بیمارستان جهان توی ایران و در جندی شاپور ساخته شد. مورد بعدی، اولین پاسپورت جهان. جالبه که بدونید اولین پاسپورت توی زمان امپراتوری هخامنشی ساخته شده که به صورت دستنویس برای سفر بین مرزها استفاده میشد. مورد بعدی، انار ایرانی. خیلی از مردم نمیدونن که ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان انار توی جهانه. مورد بعدی، آدامس طبیعی. ایرانیان اولین کسانی بودند که از سمق درخت برای جویدن به عنوان آدامس طبیعی استفاده میکردند.